مسیرشان بسیار دور است. در فصل زمستان با مشکلات زیاد اینها روبرو هستند. در صورت ریزش برف سنگین اطفال با مشکلات زیاد روبرو میشن. امروز در ناحیه اول شهر کابل کوه چنداول آمده. خانه خانم جمیله 5 طفل داره. 3 تاشون ثبت دفتر علائم می باشه. در زمستان پایین و بالا شدن و عبور مرور بسیار سخت. پیش از این که شامل دفتر نبودیم، بادام میوردیم، قدوشتکای خو میده میکردیم، خانه خو گرم میکردیم. چه خاصایی که باز در خود زمستان میشه، وضعیت چه سرکش خیلی خرابه و لای و یخم زده و مشتکا میلخشه و لول مخوره و مشکلات ها یا در کرس که بره خیلی سخت است دیگه.